تهیه فیلم از آن به قصد اسازی. روز جهانی نفی اعدام 10 اکتبر 19 مهر ماه. حکمی که تعدادی آن را خشونت دولتی می‌دانند و خواستار لغوش هستند، تعدادی هم هیچ مشکلی با اجرایش ندارند. بعضیا هم با اجرای محدودش برای جرایمی خاص موافقند. اما آمارها نشان می‌دهد که هر سال تعدادی از کشورهای جهان اجرای حکم اعدام در کشورشان را متوقف می‌کنند. آخرین گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که 140 کشور جهان دیگر کسی را اعدام نمی‌کنند و در بعضی کشورها حکم اعدام با وجودی که در قوانین وجود دارد اما سالهاست که اجرا نمی‌شود. داستان ایران اما فرق می‌کند. صادرات دادگاه عمومی خرم‌آباد پس از چین دومین کشوری که بالاترین تعداد اعدام شهروندانش را دارد. خبرگزاری هرانا امروز گزارش داده که همزمان با روز جهانی نفی اعدام 10 نفر از زندانیان زندان قزلحصار که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شدند برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. حدود 200 نفر از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام هم برای پیگیری وضعیت فرزندان خود در مقابل بیت رهبر جمهوری اسلامی تجمع کردند. این گروه مدافع حقوق بشر گزارش داده که از مهر ماه سال پیش تا کنون 488 نفر در زندان‌های مختلف و یا در ملأ عام اعدام شدند. بیش از 80% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اعدام‌ها تحت قوانین بین‌المللی می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام نشوند. اعدام افراد زیر 18 سال در ایران هم مورد انتقاد این گروه هاست. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که چند روز پیش منتشر شد، از مقامات ایران خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین‌المللی حقوق بشر سازگار کنند. امروز جمعی از فعالین حقوق بشر و حقوقدانان زندانی در زندان اوین هم در نامه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام خواستار حذف این مجازات از قوانین جمهوری اسلامی شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.